30 سوال از سطح مبتدی زبان پشتو. شرط قبولی پاسخ به حداقل 15 سوال است. نام مکان در تصویر چیست؟ کورگوته، پولیسو ادا، تکلپاخ، هوسازی. پولیسو ادا. تیاتر، اورگادی ادا، خار، لامبو دند. اورگادی ادا. کوت، خارگوته، سینما، سودازی. سودازی. کله، تکلپاخ، خونزی، خارگوته. خونزی. روغتون، هوایی دگر، میوزیم، تاپو. روغتون. زانکوت به چه معناست؟ کالا، کورتی، کلاه، دامن. کورتی. د باران شړی به چه معناست؟ کت، لباس بارانی، شلوار، ژاکت. لباس بارانی. کمیس به چه معناست؟ پیراهن، دستکش، کفش، کمربند. پیراهن. پارونی به چه معناست؟ تیشرت، چادری، شال گردن، بوت. شال گردن. ملاوستن به چه معناست؟ کمربند، لباس راحتی، کالای زنانه، دستکش. کمربند. کدام یک به پشتو بهار است؟ پسرلی، اوړی، منی، ژمی. پسرلی. کدام یک به پشتو ظهر است؟ غرمه، ماسپخین، بریزر، مازیگر. غرمه. کدام یک به پشتو زمستان است؟ کال، ژمی، منی، اوړی. ژمی. کدام یک به پشتو نیمه شب است؟ شپه، ماښام، گهیز، نیمه. نیمه.  نیمه.  نیمه.  نیمه.  نیمه.  نیمه.  نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.   نیمه.  😂
نیمه شپه. کدام یک به پشتو سال است؟ اونی، ورځ، کال، ګړی. کال. څلوېښت یعنی 10 20 30 40. چل. پنځلس یعنی 15 18 50 55. پانزده. 22 به زبان پشتو دوه څلوېښت، دوه اتیا، دوه ویشت، درې دېرش. دوه ویشت. 50 به زبان پشتو پنځوس، څلوېښت، شل، دېرش. پنځوس. 69 به زبان پشتو شپږ شپېته، اوه شپېته، اته شپېته، نهه شپېته. نهه شپېته. کدام یک ضمیر اشاره نیست؟ زما، هغه، دغه، دا. زما. ستړی مشی یعنی مانده نباشی، خوش آمدی، خسته شدی، مانده نشوی. مانده نباشی. څلورم ټولګی یعنی مدرسه پاک، صنف پاک، مکتب اول، صنف چهارم. صنف چهارم. چرت ژوند کوی یعنی کجا زندگی میکنی؟ اهل کجا هستی؟ از کجا آمده ای؟ شما کی هستید؟ کجا زندگی میکنی؟ څه کار کوی یعنی چی میگویی؟ چه کار میکنی؟ کجا رفتی؟ کار شما چیست؟ چه کار میکنی؟ کدام گزینه رئیس جمهور است؟ ولسمشر، استقبال کوونکی، نرس، ساتونکی. ولسمشر. کدام گزینه نویسنده است؟ دکتر، ښوونکی، لیکوال، زده کوونکی. لیکوال. کدام گزینه نجار است؟ ترکان، کمپوزر، بازیگر، جوړونکی.
ترکان. نل غزونکی کدام شغل است؟ راننده، نقاش، نعلکش و یا لولکش، جوشکار. نعلکش. خرچگر کدام شغل است؟ کارگر، بنا، آرایشگر، گزینه آ و بی. گزینه آ و بی. خب عزیزان، مانده نباشین. امیدوار هستم که امتحان را به خوبی سپری کرده باشین. لطفاً در بخش کامنت برام بنویسین که چه تعداد از سوالات را پاسخ گفتین. در هر بخش از سوالات که به مشکل خورده بودین، لینک هر ویدیوی مربوط را در اونجا ماندم. میتونین به ویدیوهای مربوطه مراجعه کنین و مشکل خود را رفع بسازین و اگر سوالی داشتین در بخش کامنت از من پرسان کنین. پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما را با آغوش باز پذیرا هستیم. امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو و درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.